اگر شوهر نداشته باشد زن، یعنی شوهرش یا فوتیده است یا جدا شده است اما عقیقه نکرده، زن چیکار میکند؟ اگر امکانیت داشته باشد کند بهتر است، برای آنکه فرزند در گروی شیطان هست. تا مادامی که عقیقه نکنید گویا در وی فرزند در گروگان است. یعنی آزاد کند بهتر است فرزندانش. داملو تقسیمات عقیقه را میگفته، چگونه تقسیم کند؟ تقسیمات عقیقه را شریعت یعنی تنگ نکرده است. مسئله در این وسیع است. می توانید کمترینش 1 کیلوگرم اگر به یک کس هدیه کردید، هدیه به شخصانی صاحب ثروت میشد، پولدار، فقیر و کمبغل مسکین نه. صدقه به شخصی محتاج و کمبغل یا به بیگانه میشد. غالبا صدقه به بیگانه میشد، هدیه به شناس، خویش تبار، همسایه. یعنی تحفه 1 کیلو هدیه دادید، 1 کیلو صدقه دادید، باقی موندهش ذخیره کردید خوردید نمیشد. میتوانید مثلا 30% هدیه دهید، 30% صدقه دهید، 30% خورید یا پخته دهید یک قسمش. یعنی چی کاری خواهید شریعت اجازه داده است. مهم ریزانیدن خون به نام الله تعالی. بعضی ها میگویند که گوشت میبیارند و برای گوشت میگن گوشت عقیقه است، یعنی همسایه ها میبیارند و میگن که همین استخوانش برای ما برگردانید. چی معنی دارد؟ بله، بعضی ها همین خیلی اعتقاد میکنند که استخوانش مکمل استاد تا اینکه فرزند، این فالی نیک میگویند، تا اینکه فرزند با قوت شود. و بعضی ها میگویند که استخوان را یعنی شکستنش اجازت است، خیلی که دیگر گوشت عادی را استخوانش را با تبر میزنند، میشکنند، معده میکنند، برای خوردن آسان شود، برای پختن هم آسان شود. آخر اجازت است. اینایی که میگن که شکستن اجازت است، میگن که یک فرزند دل شکسته ملایم مانند حضرت ابوبکر رضی الله عنه شد. آنهایی که میگن که استخوانش نشکنید یعنی مانند حضرت عمر یک آدمی سخت. و همین چیز داملو دلیل دارد، یعنی که از حدیث و از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در این مسئله پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی نگفتند. امر وسیع هست. مادامی که چیزی نگفتند یعنی اجازت است که شکسته شود و شکستن بهتر است. ابوبکر از عمر بهتر است.